نشانه‌های ظهور امام مهدی نشانه‌های بسیار مهمی هستند، اما نشانه سفیانی خصوصیت ویژه‌ای دارد. این خصوصیت نشانه سفیانی یا شخصیت سفیانی چیست؟ سفیانی جدای از این که از نشانه‌های حتمی میباشد، آغاز حقیقی قیام امام مهدی علیه السلام و ظهور علنی ایشان محسوب می شود. حرکت سفیانی شامل تخریب، ویرانی و کشتار در تمامی سرزمین‌های شام، عراق و حجاز است. پس هیچ نجات دهنده‌ای جز امام مهدی علیه السلام نیست و به همین دلیل اهل بیت علیهم السلام ظهور ایشان را گشایشی برای مسلمانان توصیف کردند. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند فرج را از 3 چیز انتظار برید: اختلاف اهل شام در میان خودشان تا آخر روایت. و معلوم است که اختلاف اهل شام بر سر حکومت مقدمه‌ای برای ظهور سفیانی است، لعنت خدا بر او باد. همچنین از ابی جعفر علیه السلام نقل شده است که فرمود منتظر صدایی باشید که ناگهان از سمت دمشق به شما میرسد که در آن برای شما گشایشی بزرگ است. واضح است که این صدا را گشایش توصیف می‌کند، یعنی با وجود ویرانی‌های سفیانی. روشن است که سفیانی نشانه‌ای مهم برای گشایش و ظهور قائم علیه السلام است. بنابراین در سلسله از کلیپ ها مهمترین ویژگی ها، شیوه و مکان ظهور سفیانی را بررسی خواهیم کرد انشالله. منتظر ما باشید.